SSR، Hydration، Progressive Hydration و Resumability. کانسپت هایی که میخوام توی این ویدیو در رابطه‌اش صحبت کنم، میخوام خیلی ساده بهتون توضیح بدم که اینا چی هستن. این قولم بهتون میدم همین اول ویدیو که بعداً یک بار یک کد از SSR براتون بنویسم که دقیقاً متوجه بشین که چه اتفاقی داره میفته. توی یه ویدیو دیگه حتما این کارو انجام میدم. بریم پس با کانسپت ها آشنا بشیم. سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو خیلی خفن دیگه از کانال مدیو. اگر ویدیو رو دوست دارید، موضوع این کانال رو دوست دارید، لطفاً لایک، سابسکرایب یادتون نره و حتما این ویدیو رو لینکش رو شیر کنید توی لینکدین و جای دیگه با دوستاتون و بذارید بقیه هم این ویدیو رو ببینن و این مطالب رو یاد بگیرن. بریم سراغ ویدیو. خب کانسپت اول ما که SSR هست و کانسپت پایه‌ای ما هم هست که شاید خیلیاتون هم بدونید، مخفف سرور ساید رندرینگ، یعنی یک رندری که داره توی سرور اتفاق میفته. دقیقاً چی هست؟ ببینید شما وقتی که پشت مرورگر میشینین و مثلا مینویسین website.com، شما یک درخواست میزنید به سرور و سرور که کدهای شما رو داره میاد یک بار کدهای شما رو رندر میکنه و در نتیجه یک HTML میسازه و این HTML رو به سمت کلاینت یا به سمت براوزر شما میفرسته. پس یک رندر اتفاق افتاد و این حاوی یک HTML شد نتیجهش و نتیجه رو برای شما ارسال کرد به سمت براوزر و بلافاصله شما کانتنت رو میبینید. اینجا یه سری اتفاقات دیگه میفته که جلوتر میگم که شما میتونید از این به بعد با وبسایت کار کنید و اصطلاحاً اینتراکشن داشته باشید یا تعامل داشته باشید با هر چیزی که به جاوا اسکریپت نیاز داره و کلیک، باتن یا فرم استفاده کنید و این کانسپت و این طریقی که توضیح دادم میشه SSR. خب بچه ها بریم ببینیم که مزیت‌ها و معایب SSR چی هستش. من اول از مزیت‌ها شروع میکنم. مورد اول FCP، مخفف First Contentful Paint. ببینید در واقع لحظه اول که شما وارد وبسایت میشید با یه سرعت خیلی بالای HTML رو دریافت میکنید و صفحه رو میبینید و این یک مزیت خیلی مهم برای SSR هستش. مورد دوم TTI، Time to Interactive، یعنی سرعت خیلی بالای تعامل کاربر با صفحه یا با جاوا اسکریپت به نوعی. اما مزیت خیلی مهم بعدی SEO هستش که ببینید به این شکل مزیت حساب میشه SEO. وقتی که کرال های گوگل میان توی صفحه ما، به اصطلاح اون بات های گوگل، و میخوان صفحه ما رو بخونن و کدای صفحه ما رو بخونن، لحظه اول که وارد میشن تمام تگ های HTML وجود داره ولی تو حالت CSR این وجود نداره و ما به صفحه بلانک یا صفحه خالی مواجه هستیم. پس SEO یکی از مهمترین مزیت های SSR هستش. خب اما بریم سراغ عیب های SSR. اولین عیب مهمش اینه که از اون جایی که همه این پروسس ها توی یه جایی توی سرور داره انجام میشه، ممکنه بعضی وقتها ما توی رسپانس یک دیلی یا تأخیری داشته باشیم، خصوصا وقتی که سرعت اینترنتمون پایینه. مورد دوم این هستش که بعضی وقتا برای یه تعامل هایی و یه اینتراکشن هایی توی صفحه نیازه که کل صفحه ریلود بشه و این عیب دوم SSR به حساب میاد. خب کانسپت بعدی بچه ها کانسپت هایدریشن هست که شاید اسمشو شنیده باشید ولی دقیقاً کجا اتفاق میفته و چی هست. ببینید مثل حالت قبلی که توی SSR بودیم، دقیقاً همه اون اتفاقها رو داریم. یعنی شما ریکوست میزنی توی سرور، یک رندر اتفاق میفته و یک HTML ساخته میشه، HTML، CSS و جاوا اسکریپت سمت کلاینت ارسال میشه و اینجا اون جاییه که هایدریشن اتفاق میفته که اینو ریاکت پروواید کرده به نام روت هایدریت که حالا من بهتون قول اینو دادم که بعداً حتما یک کد بزنم و توی کد بهتون اینو نشون بدم. خب ببینیم دقیقاً چی هستش هایدریشن. ببینید نگاه کنید، این جاوا اسکریپتی که از سمت سرور میاد یه سری ایونت لیسنر ها رو نداره. یعنی تو لحظه اول شما نمیتونی باش تعامل داشته باشی. فکر کنید که یک باتن وجود داره که شما نمیتونی روی اون باتن کلیک کنی و این عملیات هایدریشن یا هایدریت کردن میاد و اتچ میکنه ایونت لیسنر ها رو به جاوا اسکریپت
و شما بعد از هایدریشن و هایدریت کردن میتونید تعامل داشته باشید. پس یک رندر اتفاق میفته و تمام این ایونت ها به جاوا اسکریپت شما اضافه میشه و شما میتونی تعامل داشته باشی. خب بچه‌ها بریم ببینیم مزایا و معایب هایدریشن چیه. توی مزایا مورد اول همون FCP یا Fast Contentful Paint هستش که توی SSR بود و اینجا خیلی هم بهتر اتفاق میفته. مورد دوم اینه که تعامل رو فعال میکنه سمت کلاینت روی اون چیزهایی که از سمت سرور رندر شده بود ولی نمیشد باهاش تعامل داشت. چرا؟ چون میاد و بایند میکنه ایونت هندلرها رو به جاوا اسکریپت و شما میتونی باهاش تعامل داشته باشی. بریم ببینیم که معایب این حالت چی هستش. اولین عیب این حالت اینه که اپ ما با همه لاجیکاش 2 بار اجرا میشه. یک بار سمت سرور و یک بار سمت کلاینت و این خیلی مهمه. مورد دوم این که بچه‌ها تو مثل حالت قبلی که FCP داشتیم اوکی، ولی TTI رو نداریم که چی بود؟ Time to Interactive. چرا؟ چون یک زمانی میبره از لحظه‌ای که ما HTML و جاوا اسکریپت خام بدون ایونت هندلرها رو داریم ولی بهش هنوز ایونت هندلرها اتچ نشدن، پس تایم تو اینتراکتیو خوبی نداره. مورد سوم این هستش که باندل سایز توی این حالت بزرگتره. چرا؟ چون ما مثل حالت CSR همه کدهای CSR رو داریم به اضافه کدهای هایدریشن و باندل سایز بزرگتره. خب بچه‌ها ببینید به خاطر این معایب زیادی که این هایدریشن داشت بعدش اومدن به یه چیزی فکر کردن به اسم پروگرسیو هایدریشن. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ خب اول از اینو بگم که ریدیوس کردن باندل سایز رو، یعنی حجم باندل سایز رو کمتر کردن و در واقع کدها رو جوری نوشتن که تاثیر کدهای جاوا اسکریپت سمت هایدریشن کمتر بشه روی باندل و این خب خیلی بهتر بود. اما اتفاق مهمتر این بود که اینجا این دفعه هایدریشن فقط روی کامپوننت های مهم و کد های مهم اتفاق می افتاد و از طرفی اینجوری بود که شما بعد از این که صفحه بالا می اومد توی کلاینت و شما ارتباط برقرار می کردی و تعامل داشتی با صفحه، فقط اون جاوا اسکریپت مورد نیاز تو هایدریت می شد و این خیلی کمک کرد توی TTI یا همون Time to Interactive و این تأثیر مهم پروگرسیو هایدریشن بود و یه سری چیزای دیگه که توی مزیتاش بود اما یه سری معایب هم داشت که اونا چی بودن؟ ایراد اول این که توی پروگرسیو هایدریشن دوباره کدها 2 بار اجرا میشه، یک بار سمت کلاینت و یک بار سمت سرور. و ایراد بعدی این که توی داینامیک اپ ها این به کار ما نمیاد. چرا؟ یه جایی هستش که نیاز همه المان های اون پیج توی یک لحظه at the same time همه هایدریت بشن. خب پس علنا فرقی نمیکنه و باز دوباره همون اتفاقات قبلی توی بحث TTI یا FCP و اینا داره میفته. اما بریم سراغ مورد آخر که اسمش هست ریزی موبیلیتی که من خودم واقعا خیلی دوستش دارم. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید مثل حالتهای قبل دقیقا شما میایید مینویسید مثلا website.com و یه درخواست میزنید به سرور درخواست شما رو دریافت میکنه و کدهای شما رو رندر میکنه و یک HTML سریالایز شده رو به سمت کلاینت میفرسته. اما یه فرقی توی جاوا اسکریپت و نوع اجرا شدنش اینجا هستش. تا زمانی که کاربر یک اینتراکشن نداشته باشه، یک تعامل نداشته باشه با اون المان هایی که روی صفحه وب هست، مثلا مثل کلیک کردن روی یه باتن، جاوا اسکریپت اون دریافت نمیشه و در واقع سرور میاد اسکیل میکنه این جاوا اسکریپتی رو که میخواد به سمت کاربر بفرسته با توجه به تعاملی که شما با اون کامپوننت و اون صفحه داری انجام میدی و این خیلی جذابه. یعنی شما وقتی که کلیک میکنی یک get.js در واقع میزنی و سرور به شما رسپانس میده اون JS رو و در واقع این اکزیکیوت میشه روی کلاینت و اجرا میشه. این خیلی حالت جذابی هستش که مزایاش بسیار زیاده. با هم بررسی کنیم ببینیم مزایا و معایب این حالت چیه. خب اولین مزیت این روش این هستش که TTI بسیار پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه سرور در واقع داره اسکیل میکنه اون جاوا اسکریپتی که سمت کلاینت میفرسته رو با توجه به نیاز کاربر و تعامل کاربر. پس این میتونه خیلی فوق العاده باشه و TTI بسیار پایینی به ما بده.
و مورد بعدی این که جلوگیری میکنه از تکرار کارهایی که توی سرور انجام میشد و بعد میومد همونا دوباره توی کلاینت انجام میشد که ما بهش میگفتیم هایدریشن. پس میاد از اینا جلوگیری میکنه، این تکراره رو دیگه انجام نمیده. مورد بعدی این که کل باندل سایز و اون کل اپ سایز ما رو نمیفرسته سمت جاوا اسکریپت، ما رو نمیفرسته سمت کلاینت. خب چه اتفاقی میفته؟ یوزر تجربه خیلی بهتری داره، سرعت بسیار بالاست و یوزر اکسپریانسش اصطلاحاً خیلی بهتره. اما خب معایبی هم داره. مثلا یکی از عیباش اینه که لیمیتد اویلیبیلیتی هستش، یعنی کمتر در دسترس ما هستش. خب من الان فقط میدونم که فریم ورک کویک خیلی روی این خوب کار کرده و میتونید داکشو بخونین و خیلی عالی اینو پیاده سازی کردن. و مورد بعدی این هستش که شاید توی اینتراکشن و تو لحظه‌ای که یوزر تعامل میکنه یک تأخیری به وجود بیاد برای اونایی که خیلی نتورکشون ضعیفه و های نتورک لیتنسی داریم اصطلاحاً. اونجا شاید یک اتفاقی بیفته و ما یک دیلی رو برای این اینتراکشن مشاهده کنیم. خب خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. یه قولی توی ویدیو دادم که سامپل کد SSR رو براتون بزنم، حتما یه ویدیو براش میزنم و میذارم، این صفحه رو پیگیری کنید، ویدیوها رو برای دوستاتون بفرستین اگر دوست داشتین و خیلی خوشحال میشم اگه نظری داشتین روی این ویدیو یا موضوع بهتری رو میتونین اضافه کنین به این ویدیو، این پایین برام کامنت کنین که من همه رو میخونم و دونه دونه همه رو جواب میدم. لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال مدیو هم فراموش نکنید.